کافیه از مدفوع یه حیوانی به اسم سیبه درست شده. حالا جریانش چیه؟ جریانش اینه که وقتی که میخوام به این حیوانه که شبیه سموره غذا بدن، دونه های قهوه هم بهش میدن. بعد این غذاشو با دونه های قهوه میخوره، بعد غذای جذب میشه، دونه های قهوه جذب نمیشه. بعد میان چیکار میکنن؟ میان دونه های قهوه‌ای که تو مدفوعش مونده رو در میارن و سنتایزش میکنن، یعنی ضدعفونیش میکنن و بعد میان قهوه ها رو میذارن توی پاکت و میفروشن و میگن که خیلی به خاطر اینکه توی سیستم معده‌اش یه سری مواد جذب اون دونه های قهوه شده خیلی مفیده. داشتم میگفتم این که میگن خیلی مفیده چون توی سیستم ایمنی بدن معده‌اش یه سری فعل و انفعالات روی اون قهوه انجام میشه که باعث میشه این قهوه خیلی مفید باشه. حالا بر اساس این فعل و انفعالات ما گفتیم این قهوه رو بخوریم. چون من خوردم ازش، اصلا هیچ مزه خاصی نداره، انگار چای. من خودم از اون آدماییم که خیلی دوست دارم چیزای جدید رو امتحان کنم. اینم از اون چیزایی بود که خیلی دوست داشتم امتحان کنم. من بهش فکر میکردم که اصلا میتونم هم چیزی رو بخورم که میدونم از مدفوع یه حیوان در اومده، ولی من خوردم. شما نخورید چون اصلا خوشمزه نبود.